با تشکر، خیلی ممنون آقای آزاد و همینطور دوست عزیزمون آقای سعید که کمک کردن امشب آنلاین بشیم و مسائل تکنیکی رو حل کردن. و با عرض سلام به همه دوستانی که در اینجا هستن و دوستانی که بعداً این برنامه رو نگاه میکنن. با تشکر و عرض سلام به شما بازم و همه دوستان. بلوچستان، خب شما شروع کردین و در رابطه با مسئله بلوچستان که وضعیت فقر یا ستمی که در اونجا میشه، خب این مسئله خیلی مهمی هستش که در بلوچستان مسئله فقر و ستم هستش، ولی بلوچستان یک جای خیلی خوبی هم هستش. بلوچستان یه منطقه ژئوپلیتیکال هستش، یه منطقه صلح الجیشی هستش و همینطور یک منطقه استراتژیک در یه مجموعی از اون چیزی که بهش میگن خاورمیانه، آسیای مرکزی و آسیای جنوب شرقی هستش و همکنون هم میبینیم که آسیای شرقی هم به اونجا علاقمند شده و قبلا هم کشورهای دیگری مثل روسیه تزاری از زمان پیتر کبیر و یا بعدا دولت انگلیس و یا اگر هم همین اخیراً یه ویدیو کوچکی در رابطه با اسناد به اصطلاح موزه یا کتابخانه انگلیس در لندن منتشر شده بود، اونجا هم نشان میدن به اصطلاح ایجاد پاکستان، وجود آوردن پاکستان در مقابله کردن با هندوستان یکی از اهداف دولت انگلیس کنترل بلوچستان بوده و با این هدف شده که بلوچستان به اصطلاح اون استقلالی که از جام بخشی از بلوچستان که امروز به عنوان بلوچستان شرقی بین خود بلوچا شناخته میشه و یا به عنوان بلوچستان پاکستان از لحاظ بین‌المللی شناخته میشه، اون بخش رو هم بدن به دست پاکستان و پاکستان یک کشور مخالف هند و در ضمن بریتانیا با توجه به اینکه بریتانیا این حرف نمیزد که دیگر اون بر قدرت قبلی نباشه که بتونه در بلوچستان پایگاه‌های نظامی خودش اونجا نگه داره و از طریق بلوچستان بتونه منطقه خاورمیانه، آسیای مرکزی و آسیای جنوب شرقی و همینطور شرق آسیا رو کنترل بکنه. و مسئله اساسی اینه که بلوچستان میتونه یکی از بهترین جوامع از لحاظ زندگی و از لحاظ اجتماعی باشه، با توجه به مسئله‌ای که خیلی شاید در ایران مثلا دولت ایران میگه بدی آب و هوا و به کسایی میده برن در بلوچستان، ولی بلوچستان واقعیتش اینه که جامعه‌ای که به مهاجرپذیرترین منطقه ایران هستش. این دلایل متفاوت، یکی مردم بلوچ مردم پلورال کثرت‌گرای هستن، مردمی که هر کسی مهمانشون باشه دوستش دارن و باش رابطه مناسب خوبی دارن، با این حال که دولت ایران میگه بلوچستان منطقه ناامنیه، ولی با همین هم اگر بر اساس آمار ایران نگاه بکنیم بلوچستان مهاجرپذیرترین استان ایرانه، یعنی نسبت به هر استان دیگری، حالا شاید مثلا خود تهران فعل و انفعالات تغییر جمعیتی یا بافت جمعیتی یا آمدن مردم رو بیرون رفتن در تهران بیشتر باشه، ولی جایی که بیشتر از جای دیگه مردم میرن و اسکان میگزینن از جای دیگر ایران بلوچستان هستش و اینم خب دلایل آب و هوایی خوبش هستش، نه آب و هوای بدش هستش. کسایی که به آب و هوای خوب میخوان عادت بکنن معمولا مثل جایی در بلوچستان میرن که هم دریا باشه و هم هوای گرمی داشته باشه و هم مثل شهرهای مثل چابهار که هوای ملایمی دارن، مثلا اگر مقایسه بکنه آدم با شهرهایی مثل دبی یا بندر عباس یا جای دیگه، چون مناطق بندری بلوچستان نسبتاً هوای دلپذیری دارن و مثلا شهری مثل کراچی که خیلی بزرگی شده اگه آدم حساب بکنه اونم جزو بلوچستان بوده قبلا، با این حال که جمعیتش 15 میلیون به اندازه تهران اومده، ولی آب و هواش هم در زمستان هم در زمستان آب و هوای خیلی خوبیه و این یک بلوچستان یه منطقه خیلی خوبی هستش، ولی با این حال یه جامعه شده که دولت ایران در اونجا یک سیاستایی رو جلو برده، سیاستایی به اصطلاح سیستماتیک بودن در این پروسه‌های متفاوتی که بلوچستان جزو به این شکل به اصطلاح در سیطره حکومت قاجار بعدن پهلوی و حالا جمهوری اسلامی قرار گرفته، به جای اینکه به اصطلاح اونا بیان از این منطقه به اون شکلی که مردم خودش میخوان و به اون شکلی که بر اساس منافع کلی مردم ایران باشه استفاده بکنن، به جای اونو میخواستن یک منطقه‌ای بکنن که بتونن کنترل مردم رو داشته باشن و به همین شکل بتونن اون مسائل نظامی بین‌المللی خودشون رو بتونن اونجا انجام بدن. چه دونی مسئله ایران
و مسئله قدرت طلبی که در مرکزیت ایران وجود داشته چیز جدیدی در جمهوری اسلامی نیستش. مثلا بلوچستان خب اون زمان که دولت ایران به منطقه آمان میخواسته در ظفار دخالت کرد در زمان پهلوی و همینطور در بلوچستان پاکستان وقتی بلوچای پاکستان خود مختاری داشتن با این حال که ایرانیا و یا به اصطلاح خیلی از منظورم دولت ایران همیشه میگیم بلوچا هم ایرانی هستن ولی با دولت پاکستان و حتی نه دولت پاکستان مخالف بوده، حتی این دولت ایران و اون زمان با توجه به سیاستایی که آمریکا داشت دولت پاکستان رو تحت فشار گذاشتن و بردن و شاه بلوچا در اون منطقه رو بمباران کرد. یعنی موضوع اینه که استفاده‌ای که از طرف دولت‌های ایران برای بلوچستان بوده اون مسئله نظامی بوده و طرح و برنامه‌های مختلفی داشتن و همکنون هم در نظام جمهوری اسلامی ایران هم بیشتر اون مسئله نظامی، مسئله قاچاق، مسئله صدور انقلاب هستش که بخشن از طرف بلوچستان انجام میشه که مثلا در کشورهای مثل پاکستان، افغانستان دخالت بکنه دولت ایران و همچنین در کشورهای مثل یمن و یا کشورهای دیگه مثلا از مسئله دریایی بلوچستان استفاده کنه. یعنی بیشتر از بلوچستان به عنوان یک ابزار تا اون چیزی که مثلا آدم بیاد بلوچستان رو به اصطلاح بخش مسائل مردمش رو حل بکنه و بلوچستان به اصطلاح با توجه موقعیت جغرافیایی داره، با توجه منابع طبیعی که داره بتونه هم برای مردم خودش خوب بشه و هم برای مردم منطقه و هم برای مردم ایران و هم برای مردم منطقه، چون به هر حال نمیشه گفت مثلا بلوچستان خوب باشه و بقیه منطقه ازش فایده نبرن. چون بلوچستان این منطقه هستش که در واقع اگر از لحاظ جغرافیایی کسی نگاه بکنه اگه اون طرف در منطقه خلیج دنیا تمام میشه و ببینیم مثلا کشورهای خلیج تا چند اندازه امروز رشد کردن حداقل از لحاظ اقتصادی، در بلوچستان دنیا شروع میشه به طرف هند، به طرف چین و اگه بتونن و همینطور آسیای مرکزی. مثلا وقتی پیتر کبیر مثلا می‌خواسته با آبای گرم بیاد مسلماً بلوچستان می‌خواسته بیاد. میدونید تا جماعت شوروی وقتی افغانستان فقط خواستش موندن در افغانستان نبود بلکه دامش به بلوچستان بود و دلایلی هم که دولت شاه اسلامگرایی رو در بلوچستان بله این موضوع اساسی که بلوچستان داره اینه که خب در اونا در قانون اساسی ایران تبلور یافتن به اشکال مختلفی. همینی که ایران به اصطلاح وقتی کشوری هستش که بخواد یک دولتی درست بکنه که بر اساس هویتی که دولت خودش به اصطلاح برای خودش تعیین کرده اونم شیعه گری هستش و دولتی که رئیس جمهورش باید حتما شیعه باشه و یک مرد باشه. خب مسلما جامعه بلوچستان بخشن هم جامعه بلوچستان هم زن هستن، می‌بینیم بلوچستان در جامعه بلوچستان هم به زنها هم در انتخابات ها شرکت میکنن و بزرگترین درصد در شورا در انتخابات شورا برای هم شرکت کردن و هم انتخاب شدن نسبت به جای دیگر ایران. همین مسئله اینی که مردم بلوچ اکثرشون سنی هستن، پس در مسئله قانون اساسی ایران مسئله تبعیض نسبت به بلوچ‌ها یک مسئله قانونی و یک مسئله حقوقی شده است. یعنی بر اساس اون چیزی که قانون اساسی ایران تعریف میکنه بلوچ نمیتونه یک شهروند کامل در ایران باشه، هم به مسئله زن بودن و هم روی مسئله که طرف اکثر جمعیت بلوچستان سنی هستن چه مرد باشن یا زن باشن. و اینی که در بلوچستان خب به هر حال از قدیم هم از زمان پهلوی هم وقتی آموزش پرورش عمومی شده زبان مادری تدریس نمیشه. این خودش یه ستم بزرگی هستش نسبت به کودکان بلوچ که با زبان مادریشون تحصیلشون شروع بکنن. و بعدا همینی که مسئله که بیکاری هستش، مسئله که در این حد هستش که در بلوچستان هم مثل جای دیگر ایران بیکاری در واقع بالای 40%، 50% تا 60% در بخشن در جای متفاوتی هستش. اینا همه موضوعی هستند که مردم بلوچ نسبت به دولت ایران اون به اصطلاح احساس همدردی رو ندادن، احساس یکدلی رو ندادن. سیاست کلی ایران در رابطه بلوچستان یک سیاست یکسانسازی ملی، فرهنگی، زبانی و مذهبی هستش. و همینطور هم می‌بینیم که با توجه به اینکه دولت ایران مسئله نظامی وقتی مطرح شد اینه که بلوچستان کاملا توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در واقع کنترل میشه و اساسا کنترل بلوچستان از لحاظ مدیریت و از لحاظ نظامی و از لحاظ امنیتی در پاسداران انقلاب اسلامی هستش. این خودش دانش کرده با آن چیزی که به اصطلاح در ایران اون دولت
عمیق بهش میگن یا دیپ استیت یا استبلیشمنت یا هر چی اسمشو بگذاریم، در واقع بلوچستان کاملا در مقابل اون هستش. مثلا بخش دیگه ایران شاید به اشکال مختلفی با اون بخش نرمتر حکومت ایران به اصطلاح به یک شکلی با اون درگیر هستن، ولی ما در بلوچستان با اون بخش خیلی تندش و اون بخشی که سپاه پاسداران مردم بلوچستان درگیر هستن و به همین دلیل هم با توجه به این موقع مثلا نظامی هستش، دولت ایران اخیراً همین دولت روحانی در سال گذشته به سال 90 قبل از زمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران چند ماه قبلش اعلام کردن که ما می‌خوایم در حدود 2 میلیون جمعیت به بلوچستان بیاریم بر اساس آمایش سرزمینی، چیزی اسمش رو گذاشته بودن که مثلا بلوچستان امکانات اسکان و یا حمایت از 2 میلیون انسان ما جای دیگر ایران بیان در بلوچستان این امکانش رو داره. در این شکی نیست که بلوچستان توانایی پذیرفتن این همه مهاجر رو داره، ولی وقتی که موضوع اساسی اینه که بلوچستان وقتی که مردم خود چابهار اکثریتشون بیکارن، اکثریتشون ندارن در همون چابهار و کار ندارن و امکانات آشامیدنی ندارن، نه آب نه غذا، اون موقع چجوری این دولت فکر میکنه که مثلا در اینجا شرایط برای همچین مزیتی فراهم هستش؟ باید اول کسایی که در بلوچستان زندگی میکنن شرایط اجتماعی و فرهنگی اونا طوری تغییر بکنه که بتونن زندگی راحتی داشته باشن. خب بعدن هر کسی به بلوچستان باید خوش آمد گفتیم. با مسئله بلوچا این نیست که مهاجر بلوچستان میاد، مسئله بلوچا اینه که در مهاجرایی که به بلوچستان آورده میشن از طرف به اصطلاح اونایی که سیستماتیک و سازمان یافته از طرف دولت میان حقوق بالاتری از بلوچا دارن، مثلا همون حقوق بدی آب و هوا رو میگرفتن، یا مثلا اینی که طرف راحت‌تر میتونه برای خودش خونه درست بکنه، زمین بگیره، به راحت‌تر اساسا بهش کار میدن میارنش در بلوچستان. ولی همون کسی که در بلوچستان هستش تحصیل کرده هستش، در دانشگاه ایران، دانشگاه خارج کشور، اکثریتون بیکارن. حالا مسئله بیکاری خب در سراسر ایران هستش، ولی در بلوچستان ما مثلا به این شکل هستش که مردم تبعیضا رو احساس میکنن که برای این دولت یک افراد خودی هستن یا افراد غیر خودی هستن و این افراد خودی و غیر خودی در بلوچستان مثلا بر اساس ایدئولوژیک تنها نیست نمایش پیدا میکنن، یا مثلا این که طرفدار رژیم ولایت فقیه است یا نه، اینا بر اساس زبانی نمود پیدا میکنن، اینا بر اساس فرهنگی نمود پیدا میکنن، اینها بر اساس مذهبی نمود پیدا میکنن. این موضوع است که مسئله بلوچستان یک مسئله تنها طبقاتی و یا یک مسئله اجتماعی یا قشری یا مسئله فقر و پولداری بلوچ نکرده، بلکه اینو یک مسئله گروهی کرده، یک مثلا ستم گروهی میشه برای بلوچا. به این شکل که مثلا بلوچ احساس میکنه که من به عنوان بلوچ بودنم به دلیل اینکه مثلا فارس نیستم و یا اینکه به این دلیل که مثلا من شیعه نیستم به من ستم میشه، به دلیل اینکه زبان مادری من مثلا فارسی نیستش، به این دلیل مثلا من از لحاظ تحصیلی عقب نگه داشته میشم. این مثلا این بخشا هستن که اون تضاد عمومی رو بین کاملیت جامعه بلوچستان با مثلا تهران به وجود آوردن. مثلا دقیقاً هم ایران چون به هر حال به همین شکل باید دید، ایران یک کشوری هستش چند ملیتی، ما می‌دونیم مثلا مردم یزد مسائلشون با مردم کردستان فرق میکنن و همینطور مردم کرمان و آذربایجان و همینطور مثلا مردم سمنان و مردم اهواز که اینا همشون خواستهای متفاوتی دارن. مسئله اساسی هم اینه که وقتی ما می‌خوایم که مثلا میگیم در ایران تغییری بیاد، این تغییر به این شکل باشه که خواسته های هویتی این ملت ها رو، خواسته های جمعی این گروه های ملی رو هم تامین بکنه که اینا هم همون احساس امنیت از لحاظ فرهنگی و اجتماعی به همون شکل مثلا مردمی که در یزد یا کرمان میکنن، مردم مثلا در بلوچستان یا در کردستان هم این احساس امنیت داشته باشن و با هم دیگه بسیار یک کشوری بسازن که در منافع تمامی مردمش باشه. چون اساسا یک کشور، یک دولت، یک قانون اساسی باید 100% مردم رو در بر بگیره، نه یک درصد 80% باشه یا 90% یا 1% 20% یا 30%. حالا در ایران تا چند اندازه مثلا کسای موافقن با این به اصطلاح قانون اساسی و یا با این رفتار رژیم، اون موضوع دیگه است، آماری است، اینجا نمیگیم. ولی موضوع اساسی اینه که ما میخوایم در ایران مثلا تغییرات طوری باشن که این تفاوتایی که اسم بردم، ستمایی که شما به اصطلاح می‌خواستی یادآوری کنی، همه میدونن مثلا در بلوچستان یا در کردستان یا در اهواز یا در منطقه ترکمن یا لور یا منطقه ترک مثلا دولت ایران چه سیاست‌های متفاوتی رو اجرا میکنه و یا همینطور مثلا در بخش‌های دیگر اجتماعی ایران اونای بخش دیگه هستن. ولی وقتی مسئله بلوچ میاد، مسلماً تنها مسئلهش این نیست که مثلا رئیس جمهور نمیشه، تنها مسئلهش این نیست که مثلا در ایران کارگیر بیاره،
بلکه اینا به شکل ستم‌های سیستماتیک سازمانی یافته‌ای از طرف دولت بر اساس دستگاه دولتی با یک جمعیتی از ایران که صرفاً به خاطر این که از لحاظ تاریخی این مردم گفتن ما بلوچ هستیم و از لحاظ کنونی هم با توجه به ایجاد دولت ملی در ایران هم از این مسئله صرف نظر نمی‌کنن، میگن که نه ما تا هنوز هم بلوچ هستیم. به این دلیل دولت ایران اونها بخشی از جامعه ایران به اون شکلی که دولت خودش تعریف میکنه قبول نکرده و این خودش خود به خود مردم بلوچ به عنوان ملت بلوچ در تضاد با اون چیزی که حاکمیت و یا حکومت ایران به هر شکلی بهش بگیم در تضاد قرار داده. مسئله بلوچ با رژیم خامنه‌ای نیستش، با رژیم روحانی نیستش و نه با رژیم پهلوی بوده. بلوچ‌ها از همون زمانی که قاجار اومده، از همون زمانی که پهلوی اومده تا همین زمانی که جمهوری اسلامی اومده، هر کدوم از اینها لشکرکشی کردن در بلوچستان. لشکرکشی رژیم جمهوری اسلامی تا هنوز ادامه داره و کاملا سپاه پاسداران رو به بلوچستان به اصطلاح حاکم کرده. اینه که مثلا بلوچستان کاملا در تضاد با حاکمیت ایران قرار میگیره. این موضوعی هستش که مثلا در بلوچستان مردم احساس میکنن. این موضوعی هستش که ما مثلا در حزب مردم بلوچستان و همینطور در کنگره ملت ایران فدرال و همینطور در شورای دموکراسی خواهان ایران با اشکال مختلف با ایجاد این اتحادها، چون همه ما میخوایم که در مثلا در این ایران آزاد دموکراتیک سکولار و فدرال زندگی کنیم، اینا رو حل کنیم. صدا شما قطع شد. ببینید در بلوچستان خب مسلماً مثل جای دیگر ایران احزابی فعال نیستن. احزاب مستقلی که به شکل ایده‌ای فعال باشند در بلوچستان فعلا نیست و این اساساً یک افسانه هست که ما بگیم در بلوچستان احزاب سیاسی فعالن، چون اساساً بلوچستان اولا موقعیت اینو که به اصطلاح حزب درست بشه فعلا ندارن، چون این خود قانون اساسی ایران اکثریت جامعه بلوچستان رو رد میکنه. حالا مثلا چند نفر میرن نماینده مجلس میشن یا شغلای دیگه پیدا میکنن و امضا میکنن که معتقد به ولایت فقیه هستن. این در واقع نه حرف دلشونه بلکه برای گذران زندگی خودشون این کارا رو میدن و یا بر خاطر این که به اصطلاح با توجه به شرایط همکاری که با رژیم دارن میخوان این کار رو انجام بدن. این موضوعی که حزب سیاسی در زمانی در یه جامعه درست میشه که یک حداقل دموکراسی وجود داشته باشه. وقتی که حداقل دموکراسی در یک جامعه وجود نداشته باشه مسلماً حزب سیاسی نمیتوان درست کرد، ولی گرایش‌های متفاوت فکری در بلوچستان مسلماً هستش. اینی که بلوچ به اصطلاح به این شکل هستش، این خب این فیلم‌های بلوچ رو اگه در زمان شام ببینیم یه فیلم بلوچ درست کردن یا اگه در چند جای بلوچ هم در فیلم‌های ایرانی زمان شام میومد، در اون فیلم‌ها هم بلوچ یک نقش مناسب و خوبی نداشت و در جمهوری اسلامی ایران این به شکل سیستماتیک بوده، نه تنها در جمهوری اسلامی حتی در ادبیاتی که برخی از گروه‌های سیاسی و یا مفسران و یا برخی از نویسنده‌هایی که با اون مرکزگرایی به اصطلاح تفکراتشون هستش، اونا هم بلوچ‌ها رو به شکلی مثلا یا قاچاق فروش میخوان نشان بدن یا مثلا سلفی و یا کلمه سلفی هم کلمه خیلی جدیدیه. یه زمانی مثلا میگفتن اینا القاعده یا وهابی یا فلانی، ولی همه اینا کلمات جدیدی هستن. ولی به این شکل نشان دادن آن چیزی که دولت ایران بلوچ‌ها رو نشون میده این از قبل بوده، ولی اسمای مختلفی بر اساس زمانهای مختلفی دولت ایران میخواست استفاده بکنه. اما طور قبلا هم گفتم
اگه بلوچستان جامعه مناسبی نبود، بلوچستان جامعه کثرت‌گراییه و بلوچا یه ذره مسئله بین خود ما هستش که ما میگیم عیسی بدین خودش، موسی بدین خودش، عیسی بدین وقت و موسی بدین وقت. یعنی بلوچا از قدیم هم به مسئله چند مذهبی اعتقاد داشت و اولین درگیری های مذهبی در بلوچستان هم بیشتر در زمان طور سیستماتیک، یعنی چیزی که آدم میتونه بگه به طور سیستماتیک بوده، از زمان رضا شاه در بلوچستان شروع شده، نه قبل از اون. اینی که مثلا خیلی میگن رضا شاه یا آدم سیکولاری بوده، محمد رضا شاه یا آدم سیکولاری بوده، این تا چند اندازه سیکولار بوده، اونم یه موضوع دیگه هستش. اولین به اصطلاح تفکرات مذهبی رو در بلوچستان به این شکل تفکراتی که امروز نتایجش رو میبینیم و جمهوری اسلامی از اون زمان شروع شده و تا هنوز ادامه داره. مردم بلوچ خب مسلما مردمی میان رو هستن در تفکرات خودشون، هم مذهبیای بلوچ اکثرشون افراد میان روی هستن و خواستار همزیستی مسالمت آمیز با کل جامعه‌ای که اونجا به شکل شیعه، سنی، مذاهب مختلف، اندیش‌های مختلف هستش هستن، چون اونو میدونن که در ایران نمیتونن به اصطلاح تفکرات خودشون، اگه کسی هم همچین ایده‌ای در بلوچستان داشته باشه نمیتونه تفکر خودشو در واقع تفکر بالاتر بکنه و قانونی بکنه. اون مسلما مجبوره که فقط بتونه از تفکر خودش دفاع بکنه و تفکر در بلوچستان آزاد باشه. حتی مولوی عبدالحمید هم در جلسات رسمی و در جلسات عمومی گفتن که مردم رو نباید بر اساس مذهب نگاه کرد، چون مولوی عبدالحمید هم خب آدم واقع بینه و آدم سیاستمداری مشخصا و اون میگه که باید مردم رو بر اساس توانایی و منشش و کاراییش و توانمندیاش دید، چون میدونه اگه مسئله مذهبی دیده بشه، خب مسئله دین اسلام شیعه، آدم بین شیعه مثلا کسایی که ولایت فقیه معتقد باید به ولایت فقیه خامنه‌ای معتقد باشن. مثلا شاید آقای موسوی قروبی هم 100% معتقد به ولایت فقیه ان، ولی اونا معتقد ولایت فقیه خامنه‌ای نیستن، اونا ولایت فقیه خودشونو میخوان. اختلاف اونا با خامنه‌ای روی این مسئله کانسپت ولایت فقیه و یا دیکتاتوری رژیم جمهوری اسلامی نیست، بلکه بر اساس اینه که چرا اون بخشی که کسی که حرف ما رو قبول بکنه یا با ما رابطه خوبی داشته باشه اون پست ولایت فقیه داشته باشه. مسلماً مردم بلوچ طرفدار این هستن که جامعه ایرانی جامعه سکولار و دموکراتیک و این به اصطلاح در اکثریت جامعه هستش، ولی در این شکی نیستش که رژیم جمهوری اسلامی ایران و همینطور بخشن یک سری نیروهایی در منطقه هستند، چه دولتی یا غیر دولتی، سعی میکنن که در جامعه بلوچستان تظاهر شیعه بکنن و سعی میکنن که به اصطلاح یه شرایطی ایجاد بشه که در اونجا هم جنگ مذهبی باشه. و در این موضوع ما هیچ شکی نداریم که به جمهوری اسلامی شکی نه، سندم داره و علائمی رو هم خیلی نزدیک میبینه که رژیم ایران مشخصا میخواد که سلفیگری رو در بلوچستان تقویت. حالا من نمیخوام کلماتی مثل اینجور استفاده بکنم، چون این کلمات بعضی وقت مردم بدون این که اصلا بدونن معنیشون چیه و برای چه هدفی میخوان استفاده بکنن، صرفا به خاطر این که مثلا تلویزیون‌های مثل BBC و یا صدای آمریکا و یا جمهوری اسلامی ایران استفاده میکنن و بعدش هم اینا بیشتر برای سرکوب مثلا استفاده میشه در بلوچستان، در حالی که در بلوچستان ما ببینیم که رژیم از همه گروه‌های افراطی که نزدیک به گروه‌های مثل طالبان، القاعده، گروهایی که برای از تروریسم استفاده میکنن و سازمان‌های سیاسی مشخصی هستن، از اونها حمایت میکنه و اونها رو جا میده و به اونها امکانات میده، ولی در ضمن گروه‌هایی که از لحاظ مذهبی هم گروه‌های میان روی هستن اونها رو سرکوب میکنه. مسلماً گروه‌های مثل حزب مردم بلوچستان که حزب سکولار دموکراتیک و یک حزبی هستش که خواستار همزیستی مسالمت آمیز ایده، اندیشه‌ها، مذهب‌ها و همه با هم دیگه هستش و اینی که مثلا ما مسلماً حزب مردم بلوچستان بیشتر طرفدار این نیست که ایران یک جامعه سنی مذهبی بشه و یا کلا یک جامعه دموکراتیک بشه و یا اساساً طرفدار اینم نیست که یک ایدئولوژیک دیگری جانشین جای ایدئولوژی اسلامی بشه در اونجا. ما می‌خوایم همه ایدئولوژی، همه تفکرات با هم دیگه سازگار باشن و با هم دیگه همکاری در یک جامعه بدون اینکه بتونن از خشونت استفاده کنن، بلکه بر اساس ایده‌های خودشون رو تبلیغ بکنن و بتونن در کنار همدیگر زندگی بکنن و همینطور از لحاظ قشری اجتماعی و همینطور از لحاظ فرهنگی. و همین دلیل ما خواستار یک جامعه غیر متمرکز هستیم. حزب مردم بلوچستان این خواستار رو در زمان این خواستایی هستند که ما تا 50% تا 60% اکثریت جامعه بلوچستان با همدیگه هم نظر هستن. مثلا اینی که من میگم ایران کشور فدرالی بشه و یا اینکه تقسیم قدرت در ایران بشه، حزب مردم بلوچستان بگه اینو یا مثلا یک فرد دیگری بگه و همون شکل این مثلا ایده شخصی مثل مولوی عبدالحمید هم شاید باشه، شخصی مثل بقیه مولویایی که در بلوچستان هستن و نیروهای فعال اجتماعی دیگه، کردهای بلوچ نیروهای متفاوتی دیگری هستن و بحثایی در بلوچستان هستش. اینکه خیلی بعضی اوقات مولویای بلوچ هم میان میگن بله بفرمایید.
ببین، از مردم بلوچستان خب مسلما مبارزاتش بر اساس غیر خشونت آمیزه و برای دستیابی حقوق مردم بلوچستان بر اساس خواست مردم بلوچه و اینی که به اصطلاح ما روش‌های متفاوتی رو خب مسلما آدم در بلوچستان باید استفاده بکنه. چون مثلا وقتی که ما میگیم مردم بلوچ، چون بلوچستان در ایران ما میبینیم که مثلا مدارس ابتدایی در بلوچستان زبانشون زبان بلوچی نیستش و من خودم خب رشتم زبان شناسیه. در زبان شناسی میگن که زبان زمانی هویت پیدا میکنه که یک ارتش داشته باشه. مسلما ارتش ایران تا هنوز از زمان رضا شاه که به شکل سیستماتیک اومده، قبل از زمان قاجار ما کاری نداریم، امپراتوری بود، ارتش زبان بلوچی نبوده. و وقتی که مسئله اینه که حزب ببین این موضوعات عضوگیری و اینا خب در برنامه اساسنامه حزب بلوچستان مشخصا در اونجا به این شکلی که کسایی که و فکر حزب مردم بلوچستان رو قبول میکنن بر اساس حاکمیت مردم بلوچستان و بر اساس یک ایران فدرال و دموکراتیک و سکولار، اونا عضو حزب مردم بلوچستان میشن، چه خارج کشور و یا در داخل کشور. در داخل کشور خب فعالیت حزب مردم بلوچستان به عنوان فعالیت مخفیانه هستش که خب من در اینجا در فیسبوک به جزئیاتون نمیرم چجوری حزب مردم بلوچستان در داخل فعالیت میکنه. عضوگیریش بر اساس برنامه اساسنامه و در این شرایط خب ما بیشتر کارهای ایده‌ای میکنیم، کارهای رسانه‌ای که آدم تا اندازه‌ای میتونه انجام بده. فعالیت تبلیغی هستش در داخل کشور، در خارج کشور که انجام میده آدم. به هر حال برای حزب مردم بلوچستان مثل هر حزب سیاسی دیگری و یا هر شرکت که میخواد جنسی برای فروخت داره، ایده‌ای داره که به مردم نشون بده، سعی میکنه خودشو نشون بده به اشکال مختلفی. خوشبختانه در این روزها این کارا از قبل‌ها خیلی راحت‌تر شده و حزب مردم بلوچستان حزب شناخته شده‌ای در بلوچستان هستش، در اون بخشی که به مسائل سیاسی فکر میکنن و در عموم اینه که حزب مردم بلوچستان میخواد که اون اهدافی که مردم بلوچستان به عنوان یک ملت در بلوچستان دارن و به عنوان یک مردم دارن در ایران، این میخواد به اون شکل مسائلشون حل بشه و به قدم‌های نزدیکتر به دستیابی به حقوق که در یک جامعه دموکراتیک سکولار برابر دور از خشونت و یک جامعه بدون تبعیض باشه. البته خب اینا همهشون پروسه هستن، تاریخ هم یه پروسه هستش، در این پروسه میخواد کار سیاسی و فعالیت‌های سیاسی خودش رو انجام بده. این اعتراضاتی هستش که روزانه به نظر مردم دارن با رژیم مبارزه میکنن و در بلوچستان هم خوب دیدیم که مردمان به این تظاهرات پیوستن و این به نظر من این تظاهرات سال انقلاب بهمن هم یک در واقع خاتمه یک چیز قبلی بود و شروع یک چیز جدیدی برای مردم. چون در بهمن هم این همه شهر یک جا، یک روز، یک صدا اعتراض مردم بیرون بودن و اقشار مختلف اجتماع بیرون نیامده بودن، ملیت های مختلف در ایران بیرون نیامده بودن. این دفعه همه بیرون اومدن. من یاد وقتی ما بچه بودیم به عنوان کودکان بلوچ که امروز آدم میدید، ما خودمون میرفتیم تا خیابان شعار مرگ بر شاه میدادیم. خب درستی غلطیشو من حالا کاری ندارم ولی به هر حال این شعار رو آدم میداد اونجا و خواستار تغییر بود. امروز من میدیدم همون کسایی که من در همین سنا بودم، چون من وقتی در ایران انقلاب شد سال دوم راهنمایی بودم، میرن تظاهرات میکنن میگن مرگ بر خامنه ای. اونا هم دستگیر شدن، منم دستگیر شدم. منم به اصطلاح زمان شاه نه ولی بعد از زمان انقلاب هم دستگیر شدم در همون سال به اصطلاح سوم راهنمایی. اول دبیرستانم دستگیر شدم که بعد از اون مجبور شدم کشور رو ترک بکنم. اینه که این در واقع این احساس در بلوچستان از زمان تا امروز بوده و یه جنبش ادامه داریه. به نظر من این جنبش تا زمانی بله.
ببینید اینی که مردم کی بیان بیرون، مردم به قول معروف مثل اون موجهایی هستن که به وجود میاد و مثل ابرهایی هستن که میبارن. وقتی که آمدن اون موقع هستش که این دولت میتونه مقاومت کنه. موضوع عذاب سیاسی دستور دادن به مردم به این شکل نیستش. تا زمانی که بتونن در جامعه یک سیستماتیک و سازمان یافته وجود داشته باشن. این موضوع خیلی مهمیه که همه باید درک بکنن. همه دارن که جامعه تغییر بکنه، ولی مردم وقت شناستر از همه هستن و اون وقتی که میاد، اون وقتی که اون شرایط به وجود میاره میبارد. وقتی که اجتماعی هم شرایط به وجود بیاره، مردم بیرون میان. وقتی که مردم بیرون اومدن، اون مهمه که احزاب سیاسی چه رفتاری کنن. در زمان انقلاب 57 وقتی که این هم بخشی از اون انقلاب بودن با توجه به مخالفتی که بهش داشتن، جنایی که بهشون میگفتن از لحاظ ایرانی ها لیبرال، البته از من لیبرال نبودن، چون من در تعریفی که من دارم من به هیچ وجه آقای بازرگان یا بنی صدر و آدمای لیبرالی نمیدونم. اونها از مولویه حمایت میکردن، از میگم از آخوندا و یا نیروهای مذهبی حمایت میکردن خاطر این که از جلوی کمونیسم رو بگیرن. خود رژیم پهلوی هم نیروهای مذهبی رو تقویت میکرد از جلوی چپ و کمونیسم رو بگیره. کمونیست‌ها از بس که از لیبرالا اونایی میگفتن لیبرال، از اونها از بس که بدشون میومد، اونا هم شخصی مثل خمینی رو ترجیح دادن. من مطمئنم آقای بازرگان یا کیانوری یا کسای دیگری که رهبرای چپ و راست بودن، اینا اون توضیح المسائل یا کتاب ولایت فقیه رو خونده بودن، ولی بازم ترجیح میدادن که خمینی مثلا رهبر بشه و یا انقلاب رو در دست بگیره، در حالی که هم چیزی نبود که مثلا انقلاب آخوندها یا انقلاب ایران انقلاب اسلامی نبود. اینو انقلاب اسلامی در پروسه انجام دادن. موضوع عذاب سیاسی اینه که این دفعه اون اشتباهات نشه. ما به خاطر این که از کسی بدمون میاد تا بین اندازه نه که به اصطلاح به کسایی اکثریت مردم اعتقاد ندارن، در ادبیاتشون مسلما طرف میگه من مثلا یک حکومت ولایت فقیه میخوام یا حکومت امیرالمومنین میخوام و یا یک حکومت طبقه کارگر، رهبری طبقه کارگر رو فقط میخوام. به این شکل حرکت نکنیم. وقتی که ما در بلوچی خوب یه مسائل دیگه داریم، وقتی که باران میاد میگن آدم باید آبشور بجنت، یعنی کاری بکنه که آب به داخل خونش نیاد و خونش رو خراب نکنه، یعنی طوری کنار خونش و اون جوایش رو درست بکنه که آب در مسیر مناسبی بره. موضوع همینه که احزاب سیاسی، نیروهای سیاسی باید این کار رو انجام بدن و در شرایطی که آدم بتونه در داخل سازماندهی بکنه، در یه شرایطی که بتونه در داخل باشه، اون موقع هستش که احزاب سیاسی میتونن به مردم بگن فردا بیاین، چون میتونن با مردم باشن، در کنار مردم باشن و بتونن از مردم و از موقعیتشون دفاع بکنن و یا بتونن حداقل در یه شرایطی بتونن مسائل اونا رو مطرح بکنن. در شرایط امروز دیکتاتوری به نظر من مردم خودشون اون موجی هستن که میان بیرون و اون موجی هستن که این به اصطلاح رژیم جمهوری اسلامی ایران رو که دریایی که مردم ایران هستن نمیخوان و اکثریتشون نشون دادن، اینو بر روی امواج خودشون میگیرن و به ساحل میاندازن. وقتی که به ساحل انداختن، خب مسلما حقوق فردی اونا باید احترام گذاشته بشه، حقوق انسانی اونا باید احترام گذاشته بشه، ولی حکومت اونا باید از این بره و این دفعه حکومت مردمان ایران در ایران به وجود بیاد. خیلی ممنون. حزب مردم بلوچستان ما از ابتدای به وجود اومدمون بسیار چند تا سیاست مشخص رو جلو بردیم. یکی سیاست بین‌المللی بوده که حزب مردم بلوچستان بتونه به اصطلاح با سازمان‌های و کشورهای متفاوتی رابطه ایجاد بکنه و مسائل بلوچستان رو به عنوان بلوچ مطرح بکنه و بدونن که بلوچستان فقط جنبه منفی، اون جنبه منفی چه ستم جمهوری اسلامی باشه چه تبلیغات جمهوری اسلامی باشه در بلوچستان نیاد، بلکه خوبی‌های جامعه بلوچستان، خوبی موقعیت جغرافیایی بلوچستان، آب و هوای خوب بلوچستان و مردم خوب بلوچستان هم در دنیا مطرح بشه و خواستای اونا بر اساس اینکه ما هم انسان برابر با بقیه هستیم در دنیا مطرح بشه، اونو مطرح بکنه که در این بخش مردم موفق بوده و بخش دیگریش هم اتحاد با ملیت‌ها و نیروهایی که
مشابه مردم بلوچ و حزب مردم بلوچستان هستن، مثل ملت‌های ترک و کرد و عرب و ترک و مثلا لور و ترکمن و با هم دیگه به اصطلاح یک تشکیلات درست کنیم. همون کنگره ملت ایران فدرال بوده و زمان ابتدا هم حزب مردم بلوچستان یک اپوزیسیون و یا گروه مخالف برانداز و جمهوری اسلامی در بین همه احزاب و گروه‌های متفاوت بین ملیت‌ها، در همه ملیت‌ها میگم، از بخش ملت فارس، ملت بلوچ، ملت کرد، چون نمیشه گفت همه ملت فارسی همه ملت بلوچ با هم دیگه در یک تشکیلات قرار بگیرن. از همون ابتدا بوده و این کارو از همون ابتدا ما در قبل از این جنبش سبز که در ایران به وجود بیاد، حزب مردم بلوچستان یکی از فعالترین گروه‌ها بود برای ایجاد اتحاد. دو تا برنامه خیلی بزرگ ما گذاشتیم، یکی در اتحاد پارلمان اروپا و یکی در پارلمان ایتالیا و احزاب و گروه مختلفمون دعوت کردیم. اینا مثلا در اپریل 88 ایرانی بود، قبل از انتخابات بود که ما بر توجه به شرایطی که مثلا در منطقه در برمن موقع ایجاد، چون برمن یک کشور چند ملیتیه، وقتی که در اونجا هم بخشی از جامعه مرکزگرا بیرون اومدن به شکل اون گروه‌های جنبش زعفران محروم شد، گروه‌های ملی نیومدن بیرون و میگفتن که اینا حقوق ما رو نمیدن و اینم مشخص بود که اون خانم آنگ سان سوچی که همه جایزه صلح نوبل هم گرفته، همه فکر می‌کردن یک انسان که هستش وقتی رو کار بیاد بخشی از مشکلات مردم برمه را حل میکنه. می‌بینیم که در حاکمیت اون در اونجا یک حکومت، در اونجا یک اتنیک کلنزینگ، یعنی کشتار دست جمعی مردم روهینگا داره انجام میشه. مردمی که 4000 سال در اونجا زندگی کردن، مردمی که روخینا منطقه سرزمین اونا بوده، اون کاملا بر اساس تغییر جغرافیایی به صورت جمعیتی از دست اونا گرفته شده و خودشون دارن بیرون میاندازن. موضوع ما این بود که مردم نیومدن بیرون، اقلیت‌های ملی یا اقلیت‌های اجتماعی هر چی که در اون منطقه بودن به اشکال مختلفی. در ایران هم اگر یک اتفاقی بیفته و اگر خواست‌های ملیت‌ها در اون بخش نباشه، در اون برنامه سیاسی نباشه، مردم نمیان بیرون. وقتی که برای این موضوع رو ما مطرح می‌کردیم خیلی اینو قبول نمی‌کردن، ولی خب وقتی جنبش سبز به وجود اومد دیدیم که مردم مثلا حتی تبریز بیرون نیامدن، مردمی قبلا همگام با مردم تهران به خیابانا میومدن، چه رسد مثلا بلوچستان یا مثلا مردم کردستان یا اهواز یا جای دیگه. مثلا میدونیم که رژیم شاه رفت به دلیل اینکه مردم اهواز اعتصاب کردن، ولی این دفعه مردم اهواز اکثرشون مثلا همبستگی نداشتن با این موضوع. ما از اون زمان طرفدار این مسئله ارتباط، دیالوگ و ایجاد یک اپوزیسیون قدرتمند در بین اپوزیسیون بودیم و این موضوع خب قبلا هم با دوستان جبهه دموکراتیک که از لحاظ فکری با ما خیلی نزدیکتر از بقیه گروه هستن و این مسئله خیلی مهمیه به نظر من باید اشاره کرد که ما مثلا آقای تبرزدی از لحاظ فکری و تفکری نسبت به بقیه همه اپوزیسیون رو، اونایی که چپ و راست و اونایی که خودشون لیبرال و هر چی میگن، انسانی هست که خواستهای تقریبا بیشتر جامعه ایران در نظرش هستش به نظر من نسبت به بقیه. و چون در زندان بوده در ایران و چون مبارزات رو به اصطلاح در خود داخل ایران هست، همون ابتدا تا به امروز تجربه کرده، میدونه که به اصطلاح موضوع فقط موضوع یک بخشی از جامعه که در تهران و یا بخشی از در تهران زندگی میکنن نیست، بلکه ایران بزرگتر از اون چیزی که هستش. چون در زندان خودش خب مسلماً با افراد و گروهای مختلف اونجا ملاقات کرده، دیده اونا هم به همون شکل به خواستهای خودشون اعتماد دارن، خواستهای خودشون رو میخوان، کون میخواد و یا حتی شدیدتر هم میخوان، خواستهای متفاوت‌تر و شاید ستمی که بر اونها میشن بیشتر هستش. ما به جبهه دموکراتیک مردم ایران دیدیم از لحاظ فکری با هم دیگه نزدیک هستیم. این به نظر من خیلی نیروی اجتماعی خوبی است. همینطور با تفکرات آقای اوسانلو با توجه به یک گروه اجتماعی هستش و حقوقی که مثلا تحت ترین بخش جامعه در ایران هستن، طبقه کارگر. ببین مسئله اساسی اینه وقتی ما میگیم سکولاریسم یعنی این که حکومتی به وجود بیاد که از لحاظ مذهبی بی‌طرف باشه. فدرالیسم در واقع یک شکل حکومت دموکراتیک هستش که مسئله نمایندگی میکنه
مسئله رو به این شکل حل میکنه که دولت مرکزی دیگه در مقابل مسئله فرهنگی زبانی ملی بی‌طرف میشه. یعنی فدرالیسمی در یک جامعه دموکراتیک مثل سوئیس یا آمریکا با تفاوت درون است یا در هند، اگر در ایران در آینده به وجود بیاد، اون مسئله ملی، تفاوت‌های ملی، تفاوت‌های زبانی و تفاوت‌های مذهبی رو از طریق ایجاد اون چیزی که به انگلیسی بهش میگن representation، چون دموکراسی در ایران به تنهایی نمیتونه مسئله کثرت‌گرایی در ایران رو حل بکنه. کثرت‌گرایی و تفاوت‌های جغرافیایی ملی و فرهنگی رو که هستن اینا رو سازگارا بکنه. این تنها از طریق اون مسئله representation و نمایندگی ایجاد میشه و یک دولت فدرال در مقابل همه تفکرات و مردم ایران بی‌طرف میشه و از همه در قانون، حداقل در قانون از همه حمایت میکنه. یعنی قانون ایران یک شرایطی رو به وجود میاره که مردم بلوچ بتونن از حقشون در ایران دفاع بکنن. با توجه به قانون اساسی که در ایران امروز هستش، در این قانون اساسی مردم نمیتونن از حقوقشون دفاع بکنن، به خواسته هاشون برسن. یک حکومت فدرال همچون شرایطی رو ایجاد میکنه، تو بی‌طرف میکنه. دولت نمیاد بگه که مثلا این حقوق من برای این بخش از جامعه به دلیل زبانی، به دلیل مذهبی این بخش من برای این جامعه گذاشتم و شما بقیه باید قبول بکنین و اون شهروند دست دوم و یا سوم بکنین. فدرالیسم در واقع این مسئله رو در ایران حل میکنه، اون برابری ملی رو ایجاد میکنه و دولت مرکزی رو در مقابل ملیت‌ها بی‌طرف میکنه و همه ملیت‌ها، همونطوری که امروز مثلا قبلا گفتم مردم یزد براشون اشکالی با مسئله دولت ایران نیست که یک مسئله اجتماعی، فرهنگی و یا سیاسی مسائل دیگه هستش، اون موقع مردم بلوچ هم مسئلهشون با دولت مرکزی ایران به همین شکل میشه و خواستهای متفاوتی رو چون میدونن از حقوق فرهنگیشون میتونن از طریق قانونی دفاع بکنن و این موضوع به نظر من یک حالت آرامشی در بین مردم بلوچ وجود میاره و اون تفاوت مردم بلوچ با حاکمیت ایران رو از بین میبره. امروز مردم بلوچ همونطور قبلا گفتم با حاکمیت ایران همصدا، همگام و همدل نیستن. حالا این حاکمیت قوی بوده و یا حکومت جمهوری اسلامی ایران باشه و هر حاکمیت دیگری که در آینده باشه که در اون نمایندگی بلوچ به شکل این که از لحاظ قانونی به خودش به شکل کامل دفاع نداشته باشه، باز مردم بلوچ با اون حاکمیت همدل نمیشن. با تشکر، خیلی ممنون و لطف کردین و با تشکر همه دوستانی که به صحبت‌های اونجا گوش کردن و دوستانی که بعداً هم گوش میکنن. خیلی ممنون. تشکر.